الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صديق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاه جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بهار باغ خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. ای بلبلان گوشه گلزار احمدی، صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه. حضار محترم و سروران بسیار گرامی و ارجمند، یک حدیثی از ارشادات گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم در خدمت شما قرائت شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این فرمایش یک مطلب بسیار مهم و حیاتی برای امت خودش بیان می‌فرماید. الحمدلله همه من و شما مسلمان هستیم و ادعای مسلمانی می‌کنیم، اما مسلمان کامل چه کسی را میگویند؟ ما مسلمانیم، دو گونه حق بر عهده من و شما هست، باید مراعات شوند. یکی حقوق الله، آن ذاتی که من و شما را خلق کرده، همه نعمتها به من و شما عنایت کرده. حق خدا را بشناسیم، آنچه خداوند دستور داده عمل بکنیم و از منکرات و منهیات باید اجتناب بکنیم. و همچنین یک حقی هست متعلق به بندگان خدا، حقوق العباد. هر دو مهم هستند برای یک فرد مسلمان که باید مراعات بشوند. اما حقوق العباد، حق بندگان خدا، خیلی مهمه که امروزه همه من و شما برای ادای حق مسلمین توجهی نداریم. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم
میفرماند المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل کسی هست که مردم از زبان او، از دست او سالم بمانند. آیا آن تعریفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از 1400 سال بیان فرموده، آیا آن تعریف در ما موجود هست یا خیر؟ امروز زمان ما آزاد است، دست ما آزاد است، هرچه دلمان بخواهد آن را انجام میدهیم. پس آنطوری که رسول الله فرموده ما مسلمان کامل نیستیم. خوب توجه داشته باشیم. پایمال کردن حق بنده خیلی خیلی سنگین است. یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم یار و یاورانش را سؤالی می‌فرمایند: ای اصحاب من، اتدرون من المفلس؟ آیا شما می‌دانید مفلس چه کسی را می‌گویند؟ انسان مفلس و تنگ دست چه کسی را می‌گویند؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه در ذهن ایشان بود فرمودند: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس نزد ما کسی هست که درهم ندارد، ساز و سامان و وسایل دنیوی ندارد، شام شب ندارد. ما این را مفلس میگوییم. در صورتی که اگر ببینیم زندگی رسول الله، زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه مفلسانه بوده. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند: ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین. ای امت محمد توجه بکنید، اهل خانه رسول شما 2 روز پی در پی از نان جو سیر نشده اند. زندگی آن حضرت مفلسانه، زندگی اصحاب رسول الله مفلسانه. اما اونها افلاس دنیا را چیزی ندانستند. هدف اونها آخرت بود، قیامت بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه می‌فرمایند؟ ای یاران من گوش بکنید، توجه داشته باشید. من تعریف مفلس را برای شما بیان می‌فرمایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند توجه داشته باشید، من تعریف مفلس را برای شما بیان می‌کنم. آن حضرت فرمودند: فإن المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکاه و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل دم هذا و سفک دم هذا. مفلس نزد من آن کسی را میگویند که روز قیامت در میدان محشر حاضر می شود، بهترین سرمایه همراه دارد، سرمایه نماز، سرمایه روزه، سرمایه زکات، پابند نوافل شده، همه سرمایه های بزرگ را همراه دارد و اونجا حاضر می شود. اما توجه بکنیم عزیزان من، آن روزی است که و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازوی عدالت آن روز گذاشته می شود. همه اعمال من و شما، همه اقوال من و شما وزن کرده می شوند. بله، همین آقایی که در دنیا پایبند نماز و روزه و زکات بوده، حق خدا را کاملا رعایت کرده،
اما از جانبی دیگر ببینید آیا حق مردم را رعایت کرده یا رعایت نکرده. آن حضرت میفرمایند و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا. همین آقا حاضر می شود که در دنیا کسی را زده، مال کسی را خورده، غیبت کرده، بهتان بسته و خون مردم را ریخته. این حق بندگان خدا را نهایتا و نهایتا تلف کرده. آن روز عدل و انصاف است عزیزان من. اونجا چه فیصله می شود؟ توجه بکنیم همه من و شما به عنوان یک مسلمانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید کسانی که صاحب حق هستند همه اونا سب می کشند خدایا این بر ما ظلم کرده، خون ما را ریخته، مال مرا برده، به من زده، اذیت و آزار رسانده، غیبت کرده، تهمت ناروا بر من بسته. خداوند عزوجل چه فیصله می فرماید؟ حقداران را از ثوابهای او راضی می کند و هر یکی حق خودش را از همون نمازهایی که خوانده، روزهایی که گرفته، حق خودش را وصول می کنند و می روند. آنچه کرده در دنیا طاعات و عبادات، نماز، روزه، حج و زکات، همه را دیگران می برند. باز هم عده‌ای ایستاده اند که خدایا تکلیف ما چیه؟ حق ما بر ذمه این آقا هست، تکلیف ما روشن بشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چه می فرمایند؟ توجه بکنیم من و شما. اون بندگانی که صاحب حق هستند اونها هم گناهگار هستند، در دنیا گناهی انجام دادند. رسول الله می فرماد اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. گناهان اونها برداشته می شوند، بر سر او انداخته می شوند و اون آقایی که نماز خوانده بود، روزه گرفته بود، حج و زکات کرده بود، حق خدا را رعایت کرده بود، با گناهان دیگران در جهنم انداخته می شود. پس عزیزان و سروران، پایمال کردن حقوق العباد خیلی خیلی سنگین است. امروز من و شما به عنوان یک مسلمانی که ادعای مسلمانی میکنیم هیچ گونه توجهی نداریم. همه روزی میشنویم جایی قتل کشتار راه اندازی شد، خون مسلمان ناحق ریخته شد، مال کسی برده شد. عزیزان و سروران، یک روزی می آید که من و شما در میدان محشر جلوی عدل الهی حاضر می شویم و از من و شما سوال می شود. لہذا حقوق العباد خیلی خیلی سنگین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی از اصحابش سوالی می کند ای یوم هذا، این روز چه روزی هست؟ سوالی است همه مردم می دانند، کسانی که سوال ندارند آنها هم دانستند که امروز روز یوم النحر. اما صحابه ادبی که داشتند جواب ندادند. قلنا الله و رسوله عالم، الله و الله رسول بهتر میدونند. فسکت حتی ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه. رسول الله چنان سکوت اختیار کرد ما همین گمان را کردیم که این روز را رسول الله نامی دیگر میبندد. فرمود الیس یوم النحر، آیا روز عید نیست؟ قلنا بلا یا رسول الله. دوباره سوال کردند ای بلد هذا، این شهر و آبادی چه شهری است؟ ما سکوت اختیار کردیم. آن حضرت مقداری سکوت کرد و دوباره فرمودند الیس البلده، آیا این مکه مکرمه نیست؟ قلنا بلا یا رسول الله. دوباره فرمودند ای شهر هذا، این ماه کدوم ماهه؟
واضح روشنه. صحابه جواب ندادن، گفت الله و رسوله عالم. فسکت حتی ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه. قال الیس ذی الحجه؟ ماه ذوالحجه نیست؟ قلنا بلا یا رسول الله. حالا من و شما عزیزان و سروران به عنوان یک مسلمانی یک لحظه فکر بکنیم چی ضرورتی پیش آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوالهای ساده را که همه مردم میدانستند با این اهمیت در جلوی اصحابش بیان بفرماید. هدف آن حضرت این بود که صحابه بفهمند من چی میگویم، امت من بداند تا قیام قیامت من چی میگویم. آن حضرت فرمودند فإن دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم که حرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا. ای امت من توجه داشته باشید، دماء شما، خونهای شما، اموال شما، اعراض و آبرو شما حرام است. حرام. ریختن خون مسلمان حرام، بی احترامی مسلمان حرام، خوردن مال مسلمان حرام. توجه بکنید. الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. خبردار بعد از من کافر نشوید. کارهایی که کفار انجام میدهند شما مسلمانان انجام ندهید. خون کسی را نریزید. حرمت و احترام مسلمان را به جا بیاورید. فسروران گرامی، حقوق العباد، عزت و شرف مسلمان خیلی زیاده که متاسفانه امروزه ما به نام مسلمان هیچ ابایی نداریم. در عزت و آبروی مسلمان، خوردن مال مسلمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه هجرت می کند به سوی مدینه. جدایی کعبت الله، جدایی بیت الله برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی گران. عزیزان من، آن حضرت می فرماد ای کعبت الله شما عزت دارید، اما قسم به خدا عزت و آبروی مسلمان نزد خدا از شما بیشتر است. می نویسه اگر یک کسی کعبت الله را خشت خراب بکند نزد خداوند عزوجل چنان مهم نیست که یک مسلمانی بی عزت و بی آبرو بشود. پس عزیزان و سروران بیاییم توجه بکنیم آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید. من و شما به عنوان یک مسلمانی پایبند حقوق العباد باشیم، طوری زندگی بکنیم حق خدا را رعایت بکنیم، حق بندگان خدا را رعایت بکنیم. اگر حقوق العباد را رعایت نکردیم عزیزان و سروران، فردای قیامت نمازی که الان من و شما میخوانیم یقین بدانید که این نماز از من و شما نمیشه، دیگران میبرند. امروز زحمت من و شما میکشیم، دیگران فرد قیامت بهره برداری بکند آنچه کردیم دیگران ببرند. خیلی در ضرر واقع میشویم عزیزان من. لذا رسول الله صلی الله علیه و فرمودند مفلس نزد من کسی هست که در دنیا حقوق الله را رعایت کرده اما حقوق بندگان خدا را پایمال کرده. لذا همه چیزی که در دنیا خیر انجام داده روز قیامت دیگران میبرند. پس بیاییم توجه بکنیم عزیزان من، مسلمان کامل باشیم، حق خدا را رعایت بکنیم و حقوق العباد که امروز به کثرت هر روزی که آفتاب طلوع می کند میشنویم میبینیم خون مسلمان ریخته می شود. ریختن خون مسلمان آسانترین چیزی امروز در دنیا، در صورتی که مسلمان عزت داره، شرف داره. خداوند عزوجل
به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. کوشش بکنید عزیزان من حقوق الله را رعایت بکنیم و حقوق العباد را. یک شاعری می فرماید که هزار گنج عبادت، هزار گنج عبادت، هزار خوان کرم، هزار گنج عبادت، هزار خوان کرم، هزار طاعت شبها، هزار بیداری، هزار طاعت شبها، هزار بیداری، هزار روزه ماه، هزار خلوت سال، هزار روزه ماه، هزار خلوت سال قبول حق نشود گر دلی بیازارید. قبول حق نشود گر دلی بیازارید. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان تلطف، با دشمنان مدارا. با دوستان تلطف، با دشمنان مدارا. اگر بخواهیم سعادت دنیا و آخرت نصیب ما بشود این کار را باید انجام بدیم. دعا فرم خداوند عزوجل همه من و شما را از مسلمانان مخلص و کامل بگرداند. خداوند عزوجل به حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی صحت کامله عاجله و عمر طولانی و عزت و شرف روز به روز بیشتر عنایت بفرماید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.